در توجیکستان صدها نفری هستند که نمیدانند تقدیر مبلغ‌های پسنداز ماندهشان چی می شود. از جمله مشتریان توچپرومبانک که همکنون کساد شده که رهبر سابق آن جمشید زیویف به 8.5 سال زندان محکوم گردیده است. در این باره آژانسی خبری آزیا پلوس امروز با تکیه به منبع خود خبر داد. زیویف را با 4 ماده کودکس جنایی توجیکستان گناهکار دانستند. همکارم عبدالله اشورов شارح اقتصادی رادیو آزادی به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا به او میارم. عبدالله سلام، خوب زیویف دقیقاً به چی جرمی محکوم شده است؟ سلام شهلا. طور در آغاز اشاره کردی زیویف یک باره به 4 ماده کودکس جنایی تاجیکستان از آن خودکنی و اسرافکاری، قلابی، تهیه حجت‌های تقلبی و سوء استفاده از منصب ایبدار شد. مرافعه زیویف در دادگاه ناحیه سینوی شهر دوشنبه پشت درهای بسته اول ماه دکبر برگزار شده است، اما مسئولان دادگاه از افشای جزئیات این قضیه خودداری میکنند. این است که با گذشت یک هفته خبری محکوم شدن جمشید زیویف اکنون رسانه‌ای شد. زیویف از رهبران توچپرومبانک بود که از آغاز تأسیس و مدیریت این بانک شرکت داشت. سال 2016 در اوج بحران بانکی این بانک مفلس و یا بانکرات اعلان شده، مجوز فعالیتش از سوی بانک ملی بازخواند کرده شد. خب عبدالله، رهبر پیشین این بانک را حبس کردند، اما تقدیر امانت‌های مردم چی می‌شود؟ آیا مشتریان چی میگویند؟ مشتریانی که امانت‌هایشان در این بانک درمانده است از حبس شدن جمشید زیویف خیلی نگرانند، چون آنها میگویند حبس و زندانی کردن زیویف راهی حل نیست و مقامات باید سراول به بازگردانی امانت مردم تلاش ورزند. ما فکر میکنیم حیثیت ما فکر ما که و میگن که جزاش گرفت که چه خیلی جزا گرفت من ندارم در سناتوری بود. ما گفتیم از بندی کردن از این سال بازداشت گرفتن و چیز کردن برای ما یکان فایده نیست. این یک نمود مثلا یک پسیکولوژیست که نزدیک به قطعی گرزنان بکنیم، یک چی بکنیم که همین پول ما را برگردانه. نظر مشتری رو شنیدیم. عبدالله، آیا معلوم است که حالا چه مقدار مبلغ مردم در توچپرومبانک درمانده است؟ شهلا، این سال رو از مأموریت موقت این بانک مفلس شده پرسیدم. فیروز شریپوف که حالا مسئول ترکه اموال و دارایی‌های توچپرومبانک رو در اختیار دارد گفت که این زمان بیش از 30 میلیون سوم امانت مردم در بانک باقی مانده است که باید بازگردانیده شود، اما او از دادن اطلاع بیشتر در مورد آنکه که چه مقدار دارایی و اموال بانک همکنون باقی مانده است خودداری ورزید. برخی از مشتریان در همین حال میگویند مأموریت قبلی اکثریت اموال را الکی فروخت و ظاهرا چیزی برای بازگردان باقی نمانده است که برای امانت مردم کافی باشد. این بانک سال 2016 مشکل این بانک داغ شد. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه دکبر سال 2016 برای نجات 2 بانک بزرگ کشور، تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی و اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی سرمایه گذاری کرد. در آغاز توچپرومبانک و فانون بانک نیز قرار بود تحت حمایت دولت قرار بگیرند. برای نجات این 2 بانک 530 میلیون سومانی پیش بینی میشد، اما این 2 بانک تحت حمایت دولت قرار نگرفتند و روز 24 فوریه سال 2017 بانک ملی غیر منتظره اعلان کرد که مجوز توچپرومبانک و فانون بانک را بازخواند کرده فعالیت آنها را قطع می‌کند. سپاس عبدالله برای صحبت. نگفته نماند که توجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک تا به حال 10 میلیون سومانی مشتریانشان را بازپس ندادند.